یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، توی اون سالای خیلی خیلی دور. آدما روی زمین مشغول زندگی بودن. روزگار آدمای اون زمان مثل ما پیچیده نبود، غذاشون برگ درخت یا تخم یک پرنده بود. آدمای اون زمان خونه نداشتن عزیزم، توی سرمای زمستون جای راحتی نداشتن. روزی از روزای خوب پیدا کردن، جایی رو به اسم غار. اونجا موندن تا دیگه راحت بخوابن شب تار. گاهی نقاشی میکردن روی دیوارای غار، نمیدونستن که یه روزی میمونه یادگار. سنگا رو تیز میکردن بچه ها تیز تیز مثل یه کار. آخه آدمای خوب باید میرفتن شکار. گوش دین شکار خوب یه خوراک عالی بود، پوست گرم و نرمون یه لباس عالی بود. استخون محکمش سوزن خیاطی بود، گاهی وقت نیزه ماهی گیری بود. بچه های مهربون و بیریا بشنوید آدمای این قصه رو. آدمای اون زمان وقتی میرفتن به شکار، با چه لذتی میخوردن گوشت خار. آخه مشکل غذا واسه اونا قیامته، خوردن گوشته های خام برای اون عادته. آدمای ساده اون زمان وقتی رعد و برق میشد میترسیدن، نمیفهمیدن دلیل رعد و برق. شبها از سرما به خود میلرزیدن. اما کم کم که گذشته اون آدما به یک کشف فوق‌العاده رسیدن. با مالیدن دوتا تکه سنگ، اولین جرقه با چشم دیدن. آتش این کشف بزرگ آدما شد، دلیل خیلی از پیشرفتشون. واسه گرم شدن غذا، واسه پختن گوشت، دنیای تاریک و سرد. آدما دیگه گرم و روشن و با صفا بود. آدمای اون زمین یاد گرفتن گندم وجوب بکارن، با داس سنگی درو کنن، با سنگی سیابش کنند برای پخته